بسیار روزدار است که از روزه گرفتگیش او ثواب نمیگیرد بغیر از تشنگی و گرسنگی. فقط روزی دراز گرسنه میمونه و تشنه میمونه اما ثواب نمیگیره. اون انسانی که اگر به حرام افطار میکند، به یک چیزی حرام روزش میشکاید، او به مثال یک کسی هست که یک قصر بنا کرده است، یک شهر ولنگار کرد. یک قصر بنا کرده است، یک خانه و یک شهر خرابازار و ویران کرده است. اون انسانی که به حرام افطار میکند به همین منزله هست. و قال علیه الصلاة و السلام، پیغمبر در این باب گفت که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بسیار روزدار است که از روزه گرفتگیش او ثواب نمیگیرد بغیر از تشنگی و گرسنگی. فقط روزی دراز گرسنه میمونه و تشنه میمونه اما ثواب نمیگیره، به خاطر که همین افعال زشت، افعال قبیح به جا میارد.